ratatouille. Well, how would you prepare it? Ratatouille? They must be joking. راتاتوی یه غذای فرانسوی از انیمیشن موش سرآشپز. دیگه تقریبا هممون این انیمیشن رو دیدیم و دلمون خواسته این غذا رو تست کنیم ببینیم چجوریه. یه غذای سبزیجات محور مثل یتیمچه خودمونه. مواد اولگرم که میبینید کدو، بادمجون، فلفل دلمه‌ای رنگی، گوجه، سبزی جعفری، پیاز و آب گوشت. برای شروع هم باید اول گوجه ها رو بلنج کنیم. حالا بلنج کردن چی جوریه؟ توی این ماه به ازای هر دونه سابسکرایبری که کانالم به دست بیاره من 500 تومن میذارم کنار و در انتهای ماه کل مبلغ جمع شده رو به یه دونه سابسکرایبر رندوم هدیه میدم. کل مبلغ به تعداد سابسکرایبرها بستگی داره، پس کانالم رو سابسکرایب کنید تا 500 تومن اضافه کنید. یه دونه ظرف آب جوش میذاریم و یه ظرف هم آب و یخ. ته گوجه ها رو یه زبدر میزنیم و میندازیم توی آب جوش. 1 دقیقه 2 دقیقه، حالا مدتش به خودتون بستگی داره به دمای آبتون. تا 5 دقیقه میذاریم اون تو گوجه ها حال کنن و یه ذره پوستشون نرم شه. بعد اینکه پوستشون نرم شد درشون میاریم و درجا میندازیم توی آب یخی شوکی بهشون وارد شه و بقیه گوجه هم همین مرحله رو تکرار میکنیم. و بعد گوجه ها میریم سراغ فلفلامون. فلفل دلمه رنگی خوشگل مشکل دارم، اینا رو میذاریم روی حرارت مستقیم گاز تا رست بشن، تنوری بشن، کبابی بشن، حالا اسمش هرچی که هست. فلفلای چیلی هم دارم، چیلی تند، اونا رو میذارم یه ذره توست شن. حالا اصطلاح تخصصیش رو کنم رست کردنه، ولی حالا ما میذاریم همونجوری کبابیش سیاه شه. باید قشنگ بذاری سیاه بشه، نه سوخته نه ترسیدیم پوست روشه که بعدش میکنیم. جفتش هم سیاه میکنیم و مزه دودی باحالی میگیره. راتاتویی کلا یه غذای تخصصی ساده ایه. بعد اینکه فلفلامون تنوری و سیاه شد بعد بندازیمشون توی ظرف. حالا اون ظرف اگه در داره درشو بذارید، اگه در نداره مثل من روشو تلفن بپیچید تا فلفلا توی دمای خودشون و هوای خودشون پوستشون نرم شه. اینجا هم که مشاهده میکنید گوجه‌ای رو که بلنج کردم چقدر راحت پوستشون گنده میشه. این موز هم که نه، این نارنگیه، لامصب قشنگ میکشید پوستش کنده میشه. کلا گوجه رو تمیز کنید دیگه، اگه جاییش هم خرابه اونم بکنید، این سفیدی سرش هم بزنید یه گوجه تر و تمیز و باقلوایی در بیاد. حالا من این سس رو دارم واسه غذای راتاتویی درست میکنم، ولی واقعا سس خیلی باحال و خوشمزه میشه. توی سخاریا یا هر جای دیگه توی خونتون هم میتونید استفاده کنید. یه سس خیلی خوشمزه میشه. بیسش هم که کاملا سالم و سبزیجات دیگه، چیز خاص و شیمیایی هم نداره. نمیدونم چرا این پوست کندن گوجه ها رو سرعت ویدیو رو بالا نبردم که سریعتر تموم بشه. حس کردم یه ASMR طوری داره. آروم پوستش رو بکنیم قشنگ کنده بشه. حالا بعد این میریم سراغ فلفلا قشنگ توی هوای خودشون مونده، نرم شده، پوستش هم نرم شده، مزه به خودش گرفته، خیلی خوب. خودم عاشق فلفل دلمه نیستم ولی اینجوری پختنش رو خیلی دوست دارم. اینم تمیز میکنیم دیگه. اون سر سبزش رو میکنیم، پوستاش هم که کبود شده یا سیاه شده رو میزنیم، قشنگ کنده میشه. عین خشیل کردنه. سیرابی رو دیدید یا شنیدید خشیل میکنن، تمیز میکنن اونجوری. قشنگ تخماش هم در میاریم و این اضافاتش هم میکنیم. پوستش هم خیلی راحت کنده میشه. حالا واسه من یه ذره داغ بود، سریع مشغول به کار شدم. شما میتونید زمان بیشتری بذارید، تایم بیشتری بهش بدید تا راحت تر پوستش کنده بشه. جفت فلفلا رو همین کارو تکرار میکنم. فلفل دلمه قرمز هم همین کارو میکنم.
اینجا دیگه سرعت ویدیو رو بردم بالا، سریع‌تر کار انجام بشه. اون فلفل تندارم با سلیقه خودم انداختم. البته توی دستورالعمل اصلی غذا هم بودش، ولی میتونید کمتر بریزید یا از پودر فلفل استفاده کنید. اونا دیگه پوست کندن نداره. سر و تهش رو فقط میزنیم بره برای سس اصلی. بلندر رو میاریم یا اون مخلوط کنو روشنش میکنیم، گوجه رو اول میندازیم، قشنگ این سس میشه. فلفل دلمه میندازیم با گوجه آشتی کنن. رنگ و طعم و عطرش، اصلا عطر این سس اصلا آدم دیوونه میکنه. بذارم آب گوشت داریم. آب گوشت میتونید از طعم دهنده‌های مصنوعی هم استفاده کنید، طبیعی باشه که چه بهتر. نصف پیاز متوسط یا یه پیاز کوچیک هم استفاده میتونید کنید. همه رو میریزیم. اینجا یادم میرفت و نمک، ادویه‌های مورد علاقتون، روغن زیتون حتما بریزید، تو دستورالعمل اصلی غذا هستش روغن زیتون، ادویه دیگه ای نداره. همین سس رو میذاریم ترکیب بشه. یه عطری داره میزنه بیرون، اصلا نظرش آدم رو دیوونه میکنه. اینجا داشت یادم میرفت، سبزیجات جعفری داره این سس. جعفری رو میشونیم و همینجوری پوپه رو اضافه میکنیم بهش، مخلوط شه با سس. دیوونه میکنه این سس آدم، با هر چیزی میشه خوردش، ساندویچ، پاستا، پیتزا و مخصوصا راتاتوی. داره مخلوط میشه قشنگ، با هم دیگه آشتی میکنن و بریم سراغ سبزیجاتی هم که داره چیزای خیلی ساده ایه که تو هر سوپرمارکت و میوه فروشی پیدا میشه. کدو، بادمجون، گوجه. سر و ته سبزیجات رو میزنیم. اینجا سر و ته کدو رو میزنم و شروع میکنم به حلقه‌ای بریدنش. من با چاقو دارم میبرم، شما میتونید با رنده برقی، رنده دستی، ساتور، تبر، هر چیزی که دارید استفاده کنید تا حلقه‌ای ببریدش. فرقی نمیکنه با چی میبرید، فقط باید یه دست باشه که موقع پختن همشون یه جور پخته بشن. گوجه هم همین کارو میکنیم، حلقه‌ای میبریم. چاقو میذاره کند اسم میکنم. بادمجون هم که همین، سرشو زدیم و حلقه‌ای بریدمش. از قبل بشورید سبزیجاتو، چون دیگه قراره با پوست بپزیم و بخوریم. میتونید پوستش هم بگیرید دیگه، بازم سلیقه است. خدایش قشنگ بریدم دیگه. اصلا آشپزی عشق، واقعا با علاقه آشپزی کنید خیلی بهتون لذت میده. مثلا این غذای جدید که تا حالا نخوردیم. سبزیجاتو که حلقه‌ای بریدیم، بریم برای اسمبل کردن ماجرا. ظرفی که میخوایم بذاریم توی فر یا مایکروفر رو میاریم. مرحله اول اینه که یه لایه از سسمون بریم، سس فوق العاده‌مون. قشنگ سخاوتمندانه سس رو میریزم ته ظرف و دیگه سبزیجات رو میچینیم و میریم برای مرحله بعدی. یه لایه گوجه، کدو، بادمجون. ای بابا، اولیشو چرا انداختم؟ حالا عیب نداره، بقیه هم به همین ترتیب میریم. گوجه، کدو، بادمجون. سرعت ویدیو رو زیاد کردم، حال میکنید؟ میدونم حوصله ندارید زیاد ویدیومو تماشا کنید، سرعت های اینجاشو میبرم بالا. گوجه، کدو، بادمجون. چقدر زیبا چیدم. خدای شما که کامنت نمیذارید، نمیگید زیباست، خودم میگم دیگه. سبزیجاتی هم که اضافه موند همونجوری بذارید کنار، هم بذارید وسط ظرفتون، اونا رو هم بپزید. حیف دیگه، خوشمزه است اونا. یه جورایی سخته بخواید تنظیم کنید تعداد دقیق گوجه و کدو و بادمجون یه اندازه در بیاد. معمولا یک کدوم بیشتر میشه دیگه. و زیبا شد. یه ذرم نمک و روغن زیتون هم میتونید بزنید روش تا طعم اصلی غذا رو بزنه بیرون. معجون خوشمزدگی هم ریختم روش و به به، طعم غذا میزنه بیرون و دیگه بکنم واقعا خوب بشه. هیچ چیزش رو اشتباه نرفتم.
گذاشتم توی فر یا همون ماکروفر بذارید. چقدر زیبا، چه عطری، چه رخی، چقدر تعریف کنم واقعا غذای فرانسوی بهشون کم لطفی شده. از همون سس راتاتویی استفاده میکنیم برای دیزاین بشقابمون. عین فیلم دیزاین میکنم و یه لایه اونور و یه لایه اونور، یه ذرم وسط که زیر خود سبزیجات بره، برای اینکه قشنگ طبقه‌ای کنارم قرار بگیره از این ظرفا استفاده میکنم. سبزیجات رو قشنگ میذارم لاش، قشنگم پخته و مغز پخت شده. حالا سرو کردنش هم به خودتون مونده، واسه همش سلیقه‌ایه، ولی من چون دارم رپلیکا میکنم، عین اون فیلم‌ها اجرا میکنم، تقلید میکنم، ظرفش هم اونجوری استفاده کردم و قشنگ در میاد. حالا تا اینجا ویدیو نظرتون چیه؟ به نظرتون خوشمزه میشه؟ قبل اینکه تست کنم یه نظری بدید ببینیم. به نظر خودم که واقعا خوبه. خوراک ویژیتریاناست و اون افرادی که سبزیجات دوست دارن. بله بفرمایید. راتاتویی دیزاینش هم یادتون نره یه برگ جعفری یا هر سبزی که دارید گشنیز بذارید روش، عین خود واقعیش میشه. یه ذره تستش کنم ببینم چجوریه. آب دهنم را افتاده. این سوسه هم که آدم رو دیوونه میکنه. همونجوری که فکر میکردم، واقعا خوشمزه است. دمتون گرم، قربون توجهتون بشم که تا به اینجا ویدیو با ما همراه بودید. ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، بگید سری بچه فیلم و کارتون انیمیشنی رو درست کنم. کانالم هم سابسکرایب کنید و به امید دیدار مجدد.